سلام علیکم بچه‌ها. خیلی سریع و مختصر میخوایم بهتون آموزش بدیم چجوری بدون اینکه نیاز باشه مراجعه کنید به دفاتر پیشخوانی یا مخابرات بفهمید که چند تا سیم کارت به اسم خودتون یا کد ملی مورد نظرتون هستش. حالا فرقی نمیکنه اپراتور همراه اول، ایرانسل یا رایتل یا هر اپراتور دیگه باشه. قبل از هر چی وارد تلفن میشیم و سرشماره 3150 رو شماره گیری میکنیم. حالا کد ملی که میخوایم بفهمیم چند تا سر شماره به اسمش هست، چند تا شماره تو سامانه بهش ثبت شده، به اسم اون ثبت شده رو وارد میکنیم، سپس ارسال رو میکنیم. حالا منتظر میشیم بعد از چند ثانیه تعداد سیم کارتی که به اسم ما هستش برامون ارسال میشه. بچه ها کانال ما رو سابسکرایب کنید و آموزش های بروز و کاربردی رو ببینید. خب نگاه کنید پیامک اومدش. رایتل 1 سیم کارت، ایرانسل 2 سیم کارت و همراه اول 5 سیم کارت. همینقدر سریع و کاربردی.